سلام و هزار سلام به همه شما هموطنای بامرامی که تو ویلپند کولا کردید. دم همگی گرم، واقعا دست مریزاد، خسته نباشید. از شما چه پنهون، بنده موشکافم تازه از ویلپند رسیدم. اومده بودم از نزدیک بوکس جانانه شما تو فک علیگدا رو موشکافی کنم. ماشاءالله اونقدر اساتید موشکافی تو جمعتون بود که بنده حقیر اون وسط مسطا گم شدم. بنازم به شما هموطنای باصفا که الحق و الانصاف یه ضربه جانانه گذاشتید وسط جسم ناقص عظما. قربون هموطنای عزیزم که همچین زنی تو فک نظام که داره دور خودش میچرخه. چرخه برو کنار، خاک بر سرت. از دست ما بزرگ شده دیوونه میکنه میشاش دونه دونه باینی آخر قصه من و تو بد نیست. بیا بریم که سیدار من زدم سلس شوق بلد نیست. بله این علیگدای سرگردون بعد از اینکه حسابی با مشت مسافرای ویلپند چپ و راست شد یه 10-12 ساعتی تو وضعیت شوک بود. بعد یواش یواش به خودش اومد و یه ناله خفیف اونم تو سایت شبکه خبرش سر داد. بنال بینیم چی مینالی. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر در نشست مجاهدین و حامیان آمریکایی و غربی آنها که روز جمعه دیروز 27 ژوئن 2014 6 تیر 1393 در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد، مریم رجوی با ابراز خشم از برگزاری چندین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران که شرکت کنندگان در آن را مثبت ارزیابی کرده‌اند، روند کنونی را غیر قابل اعتماد خوانده است. اوه زمین و زمان و آسمون و ریسمون و ریش سیدلی و دنب کوسه رو به هم بافت تا آخرش برسه به سوزش از زهرخوری و نرمش ذلیلانه عظما. خب جای این همه رود درازی بگو ولی فقیه ترس شکسته به علت خوردن همزمان زهر و مشت ویلپند چپ کرده و افتاده به خرخر. بله این روزا علیگدا گرفتار درد بیدرمون ویلپند شده. چپ میره راست میاد میگه ویلپند آخ ویلپند واخ ویلپند. به این ترتیب خامنه داره رسید ضربه‌ای که نوش جان کرده رو میده. میگه هم مشت اون جمعیت عظیم رو دریافت کردم، هم سیلی 600 پارلمانتر رو نوش جان کردم. حالا علیگدای نفله مونده و رژیم جرباجری که خودش هم نمیدونه کدوم شکافو هم بیاره. یه بار دیگه یه لایک موشکافی تقدیم به همه اونایی که سقف ویلپند رو آوار کردن رو عمامه علیگدا. زد زیاد. موشکافی